چی فکر داری مردک؟ با فکرم در فکری 8 مارتی که برای من چی تحفه خری. یافتم؟ میدونی زنک، در فکری مادرم هستم. نمیدونم برایشون چی تحفه گیرم. تو این فکری مادرت رو میکنی. برای فکر کردن من تماما وقت نداری. چی خیل وقت ندارم؟ او فکری تو رو من نکنم کی میکنه؟ چی خیل میکنی؟ تو این فکری مادرت رو میکنی. همه تحفه های قیمت بها رو اول برای مادرت میخری. یک بار میشود که زنت رو هم در جای اول مونی. چی؟ تو رو در جای اول گذارم؟ ها؟ چند وقت شد با هم زندگی میکنیم؟ قریب 9 ماه. قریب 9 ماه. آیا نمیدونی که 9 ماه مادرم فقط من رو در بطنش پرورش کرده است؟ 2 سال دیگر از پیستانش شیر داده کلان کرده است. خواننده صاحب وظیفه کرده است. مگر چی خیل می شود که من تو رو در جای اول گذارم؟ ها؟ آیا تو میخواهی که آینده فرزندمان همسرش رو در جای اول گذارد؟ همین رو میخواهی؟ ها؟ میخواهی یا نه؟ نه، نمیخواهم. نمیخواهی ها؟ نه. پس برای چی میخواهی که من تو رو در جای اول گذارم؟ یک بار فکر کن. زنک، هر کس کند بر خود کند، خواه نیک کند خواه بد کند.